مولانازاده سربداران سمرقند در آسیای میانه با سربداران خراسان تقلید نموده خلق زحمتکش ضد حاکمان محلی برای نگاه داشتن استقلال ضد مغولان سال 1365 1366 با سروری طالب علم مدرسه مولانازاده شورش برپا نمودند که با نام جنبش سربداران سمرقند مشهور است. بعد از شکست حسین و تیمور از خان مغول الیاس خوجه سال 1365 آنها با لشکر باقی مانده از ورزرود فرار کردند و ساکنان سمرقند برای مدافع خویش در اندیشه ماندند. اشرافان شهر از ترس مال و ملک خویش نیت تسلیم شدن را داشتند. در جمع آمد مردم شهر که در مسجد جامع ریگستان برگزار گردید مردم به قرار آمدند که ضد استیلاگران مبارزه را دوام دهند. طالب علم مدرسه مولانازاده با رازیگی حاضران وظیفه راهبری مدافع شهر را به عهده خود گرفت. جنبش سربداران خراسان و دولتسازی آنها چنان اثر در میان مردم گذاشته بود که این نهضت نیز با تقلید از دولت سربداران خراسان نام سربداران را گرفت. 10,000 نفر جوانان مسلح در اطراف مولانازاده و یاران او مولانا خردکی بخارایی و ابوبکر و نداف گرد آمدند. بهر حفظ سمرقند سوگند یاد کردند که سر بدار می دهیم ولی غلام نمی شویم. مردم شهر جلوی حکومت را به دست گرفت. یک نوع حکومت خلقی سردار شهر گردید. کاسبان و جوانان اسلحه و لوازمات خوراک را از اشرافان گرفته به یک انبار جمع آوری کردند تا اینکه محاصره بردوام را گذرانند. خان مغول الیاس خوجه که از فرار حسین و تیمور خبر داشت میپنداشت که سمرقند بی مدافع است. از این رو مغول ها یک باره به دروازه های گشاده شهر داخل شدند. هنگامی که آنها به جای کمین گرفته مولانازاده رسیدند مدافع کنندگان از پس سنگرها ایستاده دشمن را زیر باران تیر و سنگ گرفتند. مغول ها قریب 2000 کس را تلف داده مجبور شدند که عقب نشینی کنند. لشکریان مغول دوباره به شهر حمله آوردند لیکن این بار هم موفقیت به دست آوردن نتوانستند. از این رو استیلاگران مجبور شدند که از محاصره شهر دست کشند و فقط به غارت کردن اطراف شهر قناعت کرده پس گردند. همین طور تاجیکان شهر خود را از دست لشکر مغول نجات دادند. حسین و تیمور لنگ سال 1366 با لشکر به سمرقند آمده در درآمدگاه آن قرار گرفتند. پس راهبران سربداران را به نزد خویش خواندند. سربداران به سخنان مکرانه تیمور لنگ و حسین باور کرده به قرارگاه حسین حاضر شدند. حسین عهد شکنانه همه راهبران سربداران را از دم تیغ گذراند غیر از مولانازاده که او با خواهش تیمور لنگ زنده مانده بود. همین طور جنبش تاجیکان سمرقند پخش کرده شد.